هواپیما نشستیم رفقا و بازیکن اینجاست. هواپیمای سامانه ایه. هواپیما خوبه، تر و تمیزه، لنز هم تریکشسی خوبه. این هواپیماش تر و تمیز سامانه ایه، مال خود شرکت تاجیکستان باید داشته دیگه. سامان حالا من بیشتر راجع به کلمه سامان ایرانی ها البته دوستان رفقا شد خیلی شاه اسماعیل سامانی و این داستان ندونن. توی تاجیکستان که رفتیم من تاریخچه‌اش صحبت میکنم. واحد پول تاجیکستان سامانه. بعد خیلی چیزهای دیگه که شما این کلمه سامان رو میشنوید. شما یه دفعه برگشتم گفتم شاه اسماعیل سامانی، یه بنده خدایی افوالورا خودمون خندید. بعد خندید گفت شاه اسماعیل سامانی اشتباه گفتی، شاه اسماعیل صفوی بوده. تو به من میگی تو چقدر ادعات میشه مثلا راجع به همه چی میدونی، تو هیچ چی سرت نمیکنه. یه تومار نوشتی که تو بی سوادی، شاه اسماعیل صفوی رو درست تلفظ نکردی. که داشتم میگفتم که تاجیکستان فعلی مؤسسش به اصطلاح چیزی که مردم خودشون مردم تاجیکستان مدیونش میدونن شاه اسماعیل سامانی بود. بنده خدا گناه هم نداره، واقعا اطلاعات نداره. شاید ما توی ایران از مثلا سلسله سامانیان زیاد نشنیدیم. فقط یه نکته میخواستم بگم که آقا طبل هرچی تو خالی تر باشه میگن صداش بیشتر. بکن طرف هیچ اطلاعاتی نداره، یک تومار نوشت واسه من که تو نمیدونی، تو نمیفهمی و فلان. بعد خب خیلی جا پیش میاد واقعا شاید من یک اشتباهی بگم. یه کسی که میاد متخصصه میاد ایراد منو فقط یه گوشه کوچیک میگه، ولی آقا این اشتباه بود. و اینکه برای تاجیکستان پاسپورت ایرانی به تاجیکستان ویزا نمیخواد، ویزاش مدتی برداشته شده. یعنی شما فقط از هر شرکت هواپیمایی که اینترنت چارتری یا غیر چارتری میتونی بلیط بگیری. بلیط هم حدوداً از 10-12 میلیون داره تا 100 خورده میلیون، بستگی به اون روزش داره. بلیطی که من امروز گرفتم 17 میلیون خورده بود. بعد ویزا نمیخواد. من شرکت سامانه‌ای رو گرفتم که همین دیگه سوال مال داره. اون زنعلی نیومد به من. زنعلی خیلی دلم می‌خواست بیاد، خودش هم خیلی مشتاق بود. چراش هم به خاطر اینکه هنوز کار پاسپورتش و مدارکش انجام نشده، ما باید یه ورود و خروج به افغانستان بزنیم و برگردیم که کارهای پاسپورتش انجام بشه و ازدواجمون ثبت دفتری بشه. ما هنوز دفترچه‌ای ازدواجمون و ثبت دفتری بشه که بتونیم مدارک ایرانی براش بگیریم.